شمنهای تولتک چه کسانی بودند و چه هدفی رو دنبال می‌کردند؟ سلام. ما قصد داریم یک معرفی کوتاهی از جریان شمنیسم تولتک داشته باشیم تا بتونیم به بعضی از آموزه‌های اون وارد بشیم. برای فهم آموزه‌ها لازمه که کمی با اصطلاحاتشون آشنا بشیم و ببینیم نوع جهانبینیشون چطوریه و چه هدفی رو دنبال میکنن. خود واژه شمن در لغت به معنی داناست. شمن باوری پدیده جهانیه که در فرهنگ‌های مختلفی از سیبری تا آمازون و غیره دیده میشه. تفاوت‌هایی که بین اونها وجود داره ناشی از مبناهای متفاوتی هست که اونها برای اعمال و اهدافشون دارن. اگه بخوام یه تعریفی که تقریبا بین همه اونا مشترکه رو مطرح کنم، یه شمن کسیه که به دلیل توانمندی‌های خاص خودش به عنوان واسطه‌ای بین انسان‌ها و نیروهای ماورایی عمل میکنه و به این ترتیب میتونه رابطی بین این جهان و جهان‌های دیگه باشه. نوع شمنیسمی که ما قراره بعضی از آموزه‌هاشو با هم دیگه توی این سری پادکست رو دنبال کنیم شمنیسم تولتک هست. یعنی آیین شمنی که به تولتک های کهن برمیگرده. چندین مکتب شمنی از تولتک ها نشأت گرفتن که ما الان صرفاً با مکتبی سر و کار داریم که راویش کارلوس کاستانداست. کارلوس کاستاندا زمانی که دانشجوی دکترای مردم شناسی بود در پی تحقیق در مورد گیاهان دارویی با یه پیر معرفت به اسم دون خوان آشنا میشه و این میشه نقطه‌ای که کاستاندا وارد دنیای شمنها میشه. کارلوس کاستاندا تجربیاتی که با دون خوان داشته رو میاد در 12 کتاب به صورت گزارش‌های مکتوب و منتشر میکنه. این کتابا به بیش از 17 زبان ترجمه میشه و کلی طرفدار تو سراسر جهان پیدا میکنه. در کتاب‌های کارلوس کاستاندا واژه شمن به فردی اشاره داره که رابطش با روح احیا شده و به سرچشمه معرفت و دانش متصل شده. همینطور به این معرفت اسمای دیگه‌ای مثل ناوالیسم یا طریقت سالکان مبارز و مواردی مشابه داده شده. ما تو کتاب‌های کاستاندا با واژه مبارز یا جنگجو زیاد مواجه میشیم. حالا منظورش چیه؟ منظورش اینه که راه بیافتیم بریم تو کوچه خیابون دعوا کنیم و یقه اینو اونو بگیریم؟ نه. مبارزه و مبارز بودن یه سبکی از زندگیه که باعث میشه ترس رو به عقب برونی و به سمت آزادی حرکت کنی. یعنی یه مبارز بر علیه اون چیزهایی که اونو از روح و اقتدار محروم کرده مبارزه میکنه. اگه اصلا کتابای کارلوس کاستاندا رو تا حالا نخوندین بهتون پیشنهاد میکنیم برای شروع از کتاب قدرت سکوت شروع به خوندن کنین. اینم بگم که کتاب آسونی نیست. شاید لازم باشه بارها بخونیدش و نباید دل سرد بشید. من خودم شاید بیشتر از 20 بار خوندمش یا بهش گوش دادم. اگه متوجه نمیشید نگران نباشید، خیلی طبیعیه. کتابای کارلوس کاستاندا یه فرمت پازلی دارن و اینجوری نیستش که مثل یه خودآموز اومده باشه ترتیب بندی کرده باشه و موارد رو تو دل خودش توضیح داده باشه. برای همین مثل یه مکتشف که میخواین یه سری گنج رو کشف کنین باید سراغ این کتاب ها برین. ما تو این کتابا با یه سری از داستانایی از شمنهای کهن و همینطور شاگردایی که توی مسیر شمن شدن قرار گرفتن آشنا میشیم. این داستانا یه جورایی به ما یاد میده که آدمی که دنبال اینه که قدرت‌های درونی و روحیشو فعال کنه از چه مسیری باید گذر کنه و اینکه روح چه نقشه‌هایی براش داره. حالا بذارید کمی هم راجع به جهانبینی شمنها با هم صحبت کنیم. بینندگان شمن یعنی اونهایی که میتونستن جهان رو تو ماهیت انرژیش مشاهده کنن دیدن که همه جهان ما و اون چیزی که درش وجود داره و حتی خود ما از تارهای فروزان انرژی ساخته شدیم و وقتی توجه کردن دیدن که این تارهای انرژی از یه منشأ نیرومندی میاد که نتونستن دقیق ببیننش و فقط وقتی نیم نگاهی بهش انداختن 4 پرتوی نور دیدن که به چشمشون شبیه عقاب اومد. برای همین به استعاره اسم این قدرت رو که سرنوشت موجودات زنده رو رقم میزنه و بهشون آگاهی وام میده رو عقاب گذاشتن.
این بینندگان که قادر بودن ماهیت چیزها رو ببینن، وقتی داشتن انسان رو مشاهده میکردن دیدن که انسان توی پیله انرژی محصوره. اون پیله شکل تخم مرغی داره. اگه آدم دستاشو باز کنه به لبه های اون پیله میرسه. پشت این پیله یه نقطه اندازه توپ تنیس قرار داره که خیلی درخشنده است و هر جایی پیله قرار بگیره همونو روشن میکنه. اونا متوجه شدن این نقطه که بهش میگن اصطلاحاً پیوندگاه در واقع ادراک و شناخت فرد از جهان رقم میزنه. پیوندگاه ماهیت افراد رو تعیین میکنه، اینکه چه چیزی رو دارن تجربه میکنن، چه چیزی رو دارن میبینن، اتفاقات زندگیشون چی باشه و حتی تو چه جهانی تجربه دارن کسب میکنن، همه اینا وابسته به نقطه پیوندگاهیشونه. اما بیننده ها متوجه یک چیز دیگه‌ای هم شدن، اینکه تغییر این نقطه و ثابت نگه داشتنش در مکان جدید خیلی کار راحتی نیست و نیاز به دانش و انرژی کافی داره. اونا با دیدنشون متوجه شدن که قدرت‌های بیشماری در دسترس بشره، اما برای اینکه به قدرت‌های درونیش بشر بتونه دست پیدا کنه باید پیوندگاهشو تغییر بده و چون عموماً انسان‌ها انرژی کافی ندارن نمیتونن به این قدرت‌ها دسترسی داشته باشن. برای همینه که میبینیم خیلی از آموزهای شمنیسم پیرامون اینه که چطور انرژیمون رو هدر ندیم، چطور ذخیره‌اش کنیم و چطوری افزایشش بدیم. این بینندگان شمن دیده بودن که نقطه پیوندگاهی اکثر ما انسان‌ها توی مکان مشابهی قرار داره. برای همینه که بر اون چیزی که داریم میبینیم و تجربه میکنیم و درک میکنیم توافق داریم. همونطور که قبل‌تر اشاره کردیم دلیل اینکه پیوندگاه نمیتونه از این محدوده مکانی خارج بشه اینه که انرژی کم داریم. بذارید یه نگاهی به این بندازیم که بودن پیوندگاه در یک مکان مشابه برای ما انسان‌ها چه عواقبی داره. این ثابت بودن مکان پیوندگاه باعث شده که ما انسان‌ها از لحاظ انرژیکی مسدود شده باشیم، غرق در تصویر خودمون و خودپرستی باشیم. پیامدش این بوده که ما همش نگران و دلواپس باشیم، دچار روزمرگی خسته کننده باشیم و تکراری که هی مدام برامون اتفاق میافته رو تجربه کنیم که تهی از خلاقیته. اما شمن‌ها برای این چه راهکاری دارن؟ شمن‌ها برای نجات ما از این وضع به ما پیشنهاد میدن که سعی کنیم پیوندگاهمون رو از مکانی که درش گیر افتاده در بیاریم و به مکان بهتری ببریمش. که خب این مستلزم داشتن انرژی و دانشه، همونطور که قبلتر هم بهش اشاره کردیم. شاید بپرسید که آیا تغییر این نقطه پیوندگاهی فقط برای شمن‌هاست یا برای آدمای معمولی هم اتفاق میفته؟ واقعیت اینه که برای آدمای معمولی هم اتفاق افتاده و زیاد اتفاق میفته. مثلا وقتی ما تو وضعیت‌های غیر عادی مثل خستگی یا گرسنگی یا تشنگی شدید قرار میگیریم یا بیماریم یا تب شدید داریم یا یه ضربه بحرانی بهمون خورده یا حالتهای خاص هیجانی رو داریم تجربه میکنیم و همینطور حالتهایی مثل تجربیات نزدیک به مرگ و حالتهای مشابه، همه اینا میتونه باعث بشه که پیوندگاه ادراکی فرد تغییر کنه و بتونه نوع دیگه ای از آگاهی رو تجربه کنه. کسایی که این تجربیات رو داشتن این موضوع رو به خوبی لمس کردن. شاید بپرسید خب چه فایده‌ای داره الان ما بخوایم این نقطه پیوندگاهیمون رو تغییر بدیم؟ اصلا چرا باید یه همچین چیزایی برامون اهمیت داشته باشه؟ واقعیت اینه که اون چیزی که ما داریم تجربه میکنیم از جهانمون، اون چیزی که داریم ادراک میکنیم، میشناسیم، اتفاقاتی که برامون داره میفته، همش وابسته به همین مکان پیوندگاهه و اگه میخوایم بهتر بشه باید اونو به نقطه بهتری حرکت بدیم. چیزی که لازمه اینه که یه سری اصول و قواعد برای این موضوع رو یاد بگیریم و بتونیم حداقل زندگی فعلیمون رو 1% بهتر کنیم. اما خب شمن‌ها دیدگاهی که دارن خیلی فراتر از این حرف هست. اونا نه تنها سعی میکنن تجربه خودشون از این جهان رو کامل کنن، بلکه فقط به این دنیا هم اکتفا نمیکنن. مثلا برای اونها ادامه سفرشون بعد از مرگ یه مقوله خیلی پر اهمیته و میخوان تا وقتی که تو این دنیا هستن آگاهی و انرژی لازم برای بقیه مسیرشون رو به دست بیارن و حق انتخابهای بیشتری رو برای خودشون فراهم کنن. یعنی برای اونها زندگی پس از مرگ مثل زندگی همین جا خیلی واقعی و ملموس و عملیه.
شاید بپرسید اصلا از کجا معلوم ادامه مسیری در پیش باشه؟ برای شمن‌ها این هم واضحه، چون با فنونی که تو این جهان یاد گرفتن تونستن تجربه‌ای از جهانهای دیگه داشته باشن و حتی بعضی از چیزها رو از جهانهای واقعی دیگه با خودشون به این جهان آوردن. همونطور که قبلتر اشاره کردیم، شمن‌های مکتب‌های مختلف روی موارد مختلفی تمرکز کردن، اما شمن‌های بازمانده مکتب دونخوان دنبال دستیابی به آزادی ادراک هستن. اونا دنبال این هستن که تو لحظه مرگ بتونن آگاهیشون رو حفظ کنن و به مرگ معمولی از دنیا نرن، طور دیگه ای جهان رو ترک کنن که حالا در جای خودش اگه لازم باشه این موضوع رو بیشتر باز میکنیم. شمنه این مکتب به منظور دستیابی به اهدافشون 3 هنر رو پایه‌گذاری کرده بودن. یکی هنر رویابینیه که هم برای تغییر آگاهی و هم برای ذخیره انرژی به کار میره و از طریقش میتونن دنیاهای دیگر رو بشناسن. هنر بعدی هنر کمین و شکاره که اگر بخوایم به زبان ساده بگیم هنر استفاده بهینه از انرژی و راههایی برای بازیابی، حفظ و افزایش نیرو به انسان ارائه میده. بیشتر طرز رفتار با آدم هاست و اینکه چجوری فرد بتونه رفتار خودش رو طوری کنترل کنه که بهترین برآیند انرژیکی رو داشته باشه. و هنر سوم تسلط بر آگاهیه. ما تا اینجا با مفهوم شمن و شمنیسم و شاخه تولتک آشنایی پیدا کردیم، با کارلوس کاستاندو اون که چطوری در این داستان قرار گرفت. در مورد نقطه تجمع ادراک یا پیوندگاه یه معرفی اولیه داشتیم و اینکه فهمیدیم چقدر داشتن انرژی در اینکه ادراک و آگاهیمون تغییر کنه و قدرت‌های درونیمون بیدار بشه اهمیت داره و تا حدی در مورد هدف شمن‌های مکتب دونخوان و همینطور 3 هنر اصلی در اون مطلع شدیم. ما در اپیزودهای آتی سراغ مفاهیم پایه جریان شمنیسم میریم و سعی میکنیم با همدیگه کم کم و قدم قدم جلو بریم تا برسیم به اون آموزه‌های اصلی و کاربردی که توی زندگیمون میتونیم ازش استفاده کنیم. منابع زیادی به صورت صوتی و همینطور مکتوب وجود داره که در طول مسیر بهتون معرفی میکنیم که اگر تمایل داشتین مطالعه کنین و در جریانش قرار بگیرین. امیدواریم که این مباحث برای شما کارآمد باشه. اگه دوستانی دارین که به این موضوع علاقه‌مند هستن خیلی خوشحال میشیم که ما رو به اونها معرفی کنین و امیدواریم در قسمت‌های بعدی هم ما رو همراهی کنین.